اولاد علیمداد گوش کنید و جان سروزیر سویقت شده است. تمام گروه ها را سفربر کنید. از رفت کار مرا آگاه کنید. ایستا و پیش. ایستا یگان معلومات نسبت وضع سروزیر دارید؟ کمی بیشتر به هوش آمده است. نزدی او کسی از آدمان ما بود؟ محترم سروزیر، شما مرا میشنوید؟
شما محترم سروزیر از خطر مرگ رها یافتید. سلامتیتان را برقرار کردم. در سری حکومت بودن شما بزرگترین خواهش ماست. با من که سوی قصد کرده است. و تو کی گفت که به سروزیر سوی قصد میکنند؟ من نمیدونم. تا جایی که خبردار شدم من هم باید آنجا بشودم. اگر اسکندر در این کار موفق نمیگشت، در پس کسی که سوی قصد را انجام داد کی می ایستاد؟ کسانی که خواستار مقام سروزیر. پس چرا او را به قتل نرساندند؟ برای نزدیکانی سروزیر را ترساندن که ما از شما پیگیری میکنیم. مستقلیت شما را میدانیم و هم میدانیم که شما هر کجا در سر راهی ما آدمانتان را گذاشته اید و این را به شما اجازت نمیدید. اولا در این دار از این لحظه اعتباراً تو مجبوری به آدمان خود دقت خاصه بدید. تو را کسی دیگر نمانده است که با او بتوانی باور کنی. ما را نیز غیر تو کسی نمانده است که از او بتوانیم باور کنیم. آن که به سروزیر تیر انداخت و او را تهدید کرد گلادیو نیست؟ نام سابقش گلادیو است. شما آخر میدونستید که گلادیو این کار را میکند؟ میدونستید؟ چرا او را آگاه نکرد؟ ما آگاه کردیم ولی اجرایش با تأخیر افتاد. گلادیو در هر کنج و کنار آدم دارد. معلوم نیست که کدامش از این کار را به ثبوت رساند. چرا آنها اینقدر از اسرار ما آگاهند؟ تا سال 1990 همراه کار کردیم ولی در حدود ساختارها یگان سنگری ندیدیم. درسترش امکانی دیگری نداشتیم. آنها به هر کنج و کنار راه یافتند که به این خود شما امکان داده. اکنون میخواید ساختار را من از آنها تازه کنم؟ در زمان حکمرانی سویت ها از پس که یگان کشوری آزاد نبود در هم بر همین ناگزیر بود. اتحاد شوروی همین که پاش بود فرصت فراهم آمد تا همه آن کشورها مستقل بشوند و حرکتی گلادیو روی آوردند و تمایلاتی که در زمان تورگوت آزاد پیدا شده بود بسته گردید. چی تمایلات است؟ وضع سیاست خارجی را پرسیدن می‌خواهید؟ آن سیاست ها را من میدونم. مبارزه هایتان را با گلادیو میپرسم یا از متخصصانی که تیار میکنید؟ بله. اسکندر یکی از آنهاست؟ آره، اسکندر یکی از چهره های درخشان ما می باشد، اما از آن سازمانی که او برپا کرده بود میخواست تنها مقصدهای خودش را پیگیری نماید. اکنون فرصت فراهم رسیده سازمان را پر از و تازه کنید. او را کی به جنبش می‌درآورد؟ داوود تتراغلو نمی‌گرد؟ سالی گذشته داوود تتراغلو را مجبور کردند که گذشت کند. حاضر وضعیت چگونه است نمی‌دانم. بله. خوش. تشکر. تا دیدن.
دکتر بگذار پدر عمر به گوشش از آن خواند و نام گذارد. چی نام بگذارد؟ ما با کلاها مصلحت داده نمیتوانیم. با این طرف. مگر دفتر مدیر اینجا نیست؟ سلامت باش پولادی من، ما رو بسیار ترساندی. حاضر خوبی؟ تو اینجا چی کار داری؟ مثل من بر این آدم ها تنها در دو جا آرامند، یکی در مزار، دیگری در محبس. تو به مزار می رفتی، ما اندک آرام می شدیم. من اینجا برای با تو مصلحت کردن آمدم، نه اینکه برای جنجال و کشمکش. ما و تو این زمان یک دیگر را شکار میکنیم، کشور را دیگران میخورند. پولاد علمدار، تو کجا و میری وطن کجا اسکندر؟ درباره همه چیز لاف میزنم، ولی هیچگاه نگفتم که این کشور را دوست میدارم. جانم را به خطر مانده اینجا برای با تو صحبت کردن آمدم. دوست داری کشور به تو مانده است؟ من بطنی تنها نیروی این مردمی پس را نیز کردن ندارم. عقل من و هنر تو یک اتحاد خوب میگردد. تو خود را با عقل می حسابی و آن عقل را در هیچ مورد استفاده نبرده ای. باور کن تو نه عقل داری، نه خیرت و نه دل داری. چون که آدمی فروخته شده هیچ چیز ندارد. بله تو تنها یک جان داری که آن را هم من میگیرم. پس تو چی ایستاده ای؟ تنها میگیرن تو بگیرش. من تو را یک آدمی با عقل میپنداشتم. شاید با عقل هم باشی، ولی کوری کور. در پیش چشمت سربازی را پراندن. تو نمیفهمی که چرا مانع شده نتوانستی؟ که من دیگر به تو چیزی میگفتگی ندارم. وانمود میکنی که گویا کوششی برای کشتن سربازیر نکرده باشی. آیا نمیفهمی که تو را نکشتند؟ تو را خلاص کرده دیگران را کشتند. اگر تو سربازیر میبودی، بعد از آن که به هوش آمدی اولین کاری که میکردی چی بود؟ من مثل تو خیال پرست نیستم که به همه چیز و ناچیز باور کردن گیرم. اسکندر، مادام که بسیار صحبت کردن میخواهی، معلوماتی را که به گلادیا مربوط است به من بگو، هر چی ضرور است میکنم. از من معلومات میخواهی؟ وقتی که در محبس آدمانت را میسوزانند
جای گریز ندارند. وقتی که به کس میمانی نزدی من بیا و تو آنگاه همه چیز رو میگویم. رها کن. خوش آمدید جناب. خوش باشید. بفرمایید. سروزیر خواهش ملاقات ما را رد کرد. ملاقات شما را رد کرد ولی از مرا نه. گمان نمی کنم که در بیمارخانه شما را بپذیرد. محترم تترغله، شما گمان میکنید که مرا در بیمارخانه ندیده از آن برآمده میتواند؟ تشکر به تحفه بی‌بهایتان. معذرت. هدیه اساسی من به شما تنها این نیست، من به شما راهبری ترکیه را میدهم. شما اندوهگینید؟ آره، خیلی اندوهگینم. شما اکنون در استانبول میمانید؟ آره تا پیدا شدن این ترکیه بزرگ. ترکیه بزرگ؟ با ترکیه این تپه ها تنگی میکنن. بزرگ باید شد، بزرگ. اگر بزرگ شدیم چی میگیریم؟ در دنیا از همه چیزی که آسان تقسیم میشود این نیروی بزرگ شونده ای از نظارت بیرون است. ترکیه 90 سال است که در حمایه پسیکولوژی است. او در خود چنان نهفته است که از او چیزی گرفته نمی شود. او را باید تبابت کرد. اندک آرامی در کار است. باز که و پشته را باید صاحبی کرد. رگ و پی مردم را اندک باید سوست گرداند تا ما بتوانیم وظیفه هایمان را اجرا کنیم. هر کسی که این وظیفه را اجرا کند به مقصد میرسد. این لایحه خفناک است. دوستم داوود، این لایحه خوفناک نیست. ترکیه مردمی بسیار را از دست می‌دهد. شاید 10 میلیون، شاید 15 میلیون. این تلفات جانی به شما تاثیر نمی‌رساند. در اصل شما از حد در کاری زیادتر در هم برهمه. سردار همه نقشه های ما تیار است. یک اشارت تو را انتظاریم که از اینجا برآمده گریزیم.
میمتی نقشه رو تغییر میدیم. چند ماه است که برای اون ما کوشش داریم. بعضی ها خبر دارن سردار؟ آره. سردار، کی از بین ما این سیر رو فاش کرده باشه؟ اول میسنجیم پس آن به عملیات میگذاریم میمتی. من سرهنگ رتون رو میبینم که ببینیم میتواند شما رو به یگان جای دیگری بگذاراند. سروزیر سیاحت شده است. تو برای او چند تیر خوردی؟ یک تلفنش بکن ما رو از اینجا برارد. میمتی برادر، اگر یگان حاکم برای ما به سروزیر تلفن کند در ترکیه قیامت قایم می شود. تلفن نکند، یگان کس رو فرستاند. من هم میدونم که تلفن های ما رو گوش میکنن. میمتی این آسان نیست. پیشترها همین خیل بود. اگر دولت میخواست از تگ دور آدم رو آزاد میکرد. سازمان ما چی است؟ یک سازمان شهروندی؟ زمان دیگر شده است میمتی. من میفهمم سردار. در این قسمت اسیان برپا می شود. بر اثر آن آدمان درونمان میمتی بش، عبدالحی چوبان، ارهن افق و مرا آزاد می شوند. اسیان به خاطر چیز یلمز؟ تشبس میمتی بش رو می زند، یعنی آشکار می شود. اینها چی است یلمز؟ مشها سردارم، مشهای صحرایی. چی باید کرد که به کیش ضرر نرسانم؟ سوزاندن در کار. این چی خیل می شود ها؟ یعنی تاکتیک و استراتژی در همین محبس میماند؟ اینجا نه، در دیگر محبس میماند. همین خیل شده است، همین خیل شده است. برای این تاکتیک و استراتژی اینقدر قوه صرف کردیم، معاینه آب کردیم. اکنون با این قوه‌ای که داریم آینده چی می شود؟ با یگان دستگاه مکانیکی هم که قوه همون بهوده رود. کاظم برو بگو دمش رو بگیره. 80 سال است. همون یک تاکتیکا این دفعه نیز مثل همون دیگر نمی شود. شد دوستم، مادامی که شما خواهش ندارید ما با چتین میگریزیم. همین خیلی چتین میگریزیم ها. سردارم اندک صبر کنیم، فرمون هفت میبراید، برای چی فرار کنیم؟ فراریان هم عفو میشوند چتین. یعنی اگر آقای عبدالحی همراه دولت برای بسیار چیزها مساعدت کرده باشد، انقلاب کردن چی معنی دارد؟ اسکندر ما را به دام عفو کرد آقا. اسکندر که میشد همه خیل دام میپرتافت. پس کی است برادر؟ معلوم که گلادیو است. تو چی میدانی؟ کولندین معظم که از موزله است برخیزد و ببیند که چی خیل رفیقانش با آغوش امپریالیسم خود را پرتافتند. گلادیو از محبس ایستاده برای چراغه که ما اجازت نمیدهد. لعنت خدا بر سرشه. اون وقت که مافیا بودید با آنها همکاری نداشتید، چرا از راه گشتید؟ کاظم دستگاه نیروساز رو با کار انداخت. رفیق کاظم، توارش کاظم، سینیور کاظم، التماس دست برا کاظم جون. کاظم توبه کردم، دیگر بسیار قبل نمیزنم. خدا بسیار قبل نمیزنم کاظم جون. مرحمت. مرحمت.
سلام علیکم. خانم شما رو پدرتون دیدن میخواهد. صدای غیژک از صدای مهمان‌های پدرم خیلی فوران‌تر است. این موی تو طبیعی است؟ مثل پدرت تو هم یگانه ای. من جواد اکسوهم. با عذرخواهی مردمی این موی خیلی میزیبند. جایش بیاد سرودی مردمی هم میخونیم، جایش بیاد سبت رو هم گوش میکنیم. گفتم و باور کردی. این خیلی آدم رو شما از کجا میابید؟ این از تو کمتر نیست. تو هم از همین اولادی. بیاداب. این بیاداب جانت رو بلب رسانید جواد. راستش رو گویم چنین است محترم بزرگ. جواد کسی که سربازی را پرانده است میخواد که تو حمایتش کنی. نیمه تشکیلات پلیس منم، ولی نه همه چیز در اختیار ما است. مرا گوش کن جواد، مثل آدم به من جواب بده. امر کشتن سربازی را تو داده ای؟ شما ناز میدانید که من فرمان ندادم. این طور باشد از تو کی خواهش کرد که او را حمایت کنی؟ احتمال شما فراموش کرده اید. با کاغذی از نام شما پیش من آمد. من به هیچ کس کاغذ ندادم. هرچی هست شما فراموش کرده اید. بسیار خواهش میکنم یک باری دیگر بسنجید. محترم بزرگ بیاید این کار را به انجام رسانیم که تأثیر این به من و شما هم میرسد. بعضی ها از پی این کار شدند. امروز که در مقام مشاور هستید بیایید هر چیز زودتر آن را حل کنیم. با کاغذی که نام آدمی تو را نوشتم میفهمی؟ اگر آدمی تو فاش میشد آنگاه من و تو هم فاش میگریدیم که در این کار دست داریم. تو دقت ده جواد، این عمل به نام تو مربوط خواهد شد.
جناب همسرتون میخواهد گپ زند. الو. خوبم جانم. میدانم جانم تو با کودکان باش. خیر بعد یگان علاج میکنی میایی. خوبم جانم پروا نکن. حالا زندگی دوام دارد. روزمان بود نشده بوده است. به همه امان. پس آن صحبت میکنیم. کی به تو اجازه داد که اینجا بیایی؟ خود را بسیار خسته نکنید محترم سروزیر. همه ما احتیاج بر آن داریم که هر چه زودتر شما سلامتیتان را برقرار کنید. من به خودی وزیر دولت‌های متحده درباره ایستادن تو در ترکیه گفتم. ضرورت باشد باز میگویم. هرچند وزیر رو مقامش بلند است، ولی من اینجا برای مصلحت با شما آمدم که به طور متوازن با هم همکاری کنیم. اگر ما بتوانیم همکاری کنیم، شما را من در این کشور رهبر یگانه خواهم گرداند. با سوءقصد شما را زخمی کردن، مرگتان را نمیخواستم. اگر میمردید ما مجبور بودیم همه این نقشه هایمان را از نو بسازیم. محترم سروزیر، کاری نکنید که ما باز از نو نقشه بسازیم. маълумотҳои даркориро дар як муддати кӯтоҳ пурра фароҳам меорем. манбаъҳои истихбороти мо бар онанд ки нақшаи суиқасд дар як ҳуҷраи хурд кашида шуда будааст. кадом ҳуҷра? ҳарчанд ҷустуҷӯи ҷузъиёти он ба итмом нарасидааст, тиқби гуфти шоҳидон ҳуҷра чоркаса будааст. дар он ҷо маъмури полис, маъмурони дигар ва шахсони идеологӣ низ будаанд. мо то замоне ки ҷузъиётҳоро ташхис карда хулоса набарорем, чизе гуфта наметавонем. تحقیقات رو کی جنبست میکنید؟ دیرش فردا. سروزیر آگاه است؟ نه. بجز من و الپر کسی دیگر از این آگاه نیست. بسیار خوب. 3 ماه هست که این رو تحقیق میکنیم سرهنگ. خلاصش برای من بسیار مهم است. فردا این کار به انجام میرسد. من باور کن. از شما یک خواهش داشتم. بچه ها را با جای دیگر بردن در کار. ناراحتم مگر؟ از حد زیاد آسوده‌اند. آدمان مخصوص آنجا دشواری ایجاد میکنند. شرط است که آنجا بسیارتر بمانند. دشواری ها هست. چی می شود اگر امشب مسئله انتقال را حل بکنیم؟ 1 دقیقه. ببخشید. الو؟ فهمیدم. سروزیر دعوت میکنند. دارا. سلام آقای مشاور. خوش چه خبر سرهنگ ریزوان؟ محترم اسکندر، قرار قبول شد. شما را از وظیفه مشاوری سبکدوش کردم. جانشین سروزیر امضا مانده است؟ نه، شخصا خود سروزیر. سروزیر چشمش را گشاد و اسکندر گفت. شد برادر.
چیکار کرده یلماز؟ سردارم قسمت بیگاه این کار انجام می‌یابد. محبس می‌سوزد. برادر بیا بهترش با آقای پولاد زنگ زنیم. زنگ زده چی میگویم؟ میگویم که حل کردن نتوانستن. بیمون میماتیه این کار با طور دموکراتی روی حل ندارد. کی میخواد فرار کند ها؟ اگر یک آواز دیگر میشد با منو چتین رفیق خدمت 4 کس میشدیم. خیر ارهان و چتین رو فهمیدیم، لیکن تو از کجا میدونی که من تو رو فریب نمیدهم؟ ما در سیمای تو یک انقلابچی نیرومند داریم. تو هم مثل من در جایت آروم شیشته نمیتوانی. آماده باشد، محبس دیگر میرویم. رو از اینجا. در مکان دیگر رو همان بولیده میشده است. ما از کجا میدانیم که شما آدمانی کیستید ها؟ چی کار و ترتیب است؟ کمو بینه معرفی کنید خودتان را زودتر. ما اینک میرویم ولی یک کاری دیگر میکنیم. چتین ارهان کی با ما کفالت میدید ها؟ بگذار بماند اینجا ابوالحی. مایلش برادر. سردارم آخرین چه خیل میشود؟ شد گریه نکن چتین، راه گرد میرویم. آماده باشد، خبر رسمی گذراندن شما رسید. مایلش. کجا رفتن؟ Gel lan! Ne oluyor lan? Ağzını indir gelenleri! Osman! Osman! Zubor! Zubor! Osman! 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 چی شده است؟ ما او را به بیمارخانه خود برده می توانیم سرهنگ؟ شد، تشکر می کنم. چی شده است پسرم؟ حکمت جراحت برداشت از پدر. اجازت باشد من برای دیدنش روم. وای خدا، ما هم می رویم. فردا می روید دوچه. من هم می روم. من تو را آماده از همینجا می گیرم. نه، می روم. آنجا من با تو مشغول شده نمی توانم.
هیچ گپ نه. این شیرینک رو خوابش آمده است. این کارها چه خیلی میشده باشد؟ هیچ چیز رو نمیدونم. عقلی من به کارهای این دولت نمیرسد. این بچه ها برای چی در حبس باشند؟ امنیت محبوسان چرا تامین نیست؟ عقلی هیچ کس به کارهای دولت نمیرسد. ولی من درباره پسرم و کلی نمیگویم. نپرس شاهم. خود به خود میگویم و میگردم. نه خود که من خطا کرده باشم. شاید سراسیمه‌شون کرده باشم که هرچی زودتر خانه دار شوند. چرا تو غلط کرده ای؟ تو یک کار خیر کرده ای. جوانان کمتر بی صبرند. یک دیگر را خوب نشناخته میخواهند دوست بدارند. ولی این دوست داشتن ها مثل بارانی بهار است. میبارد و میگذرد. لبای پدر جان. نه در خونه نیستم. بیمار خونه میرویم. یک دوستم اونجا راحت برداشته است. به عیادت او میرویم. باشد پدر جان. تلفن میکنم. پدرم به تو سلام میگوید. اوه سلامت باشن. باید به بیمارخانه می آمد. اگر خواهی میگویم میآید. برای چی زنگ زد؟ نوشته هایش را روان کرده بود است. میخواهد که تو بخوانی. چیز رو دیگر کردن نمیشد گفتن چه معنی داره؟ سردارم آدم ها در لحظه های آخرین رها یافتند. جناب متاسفانه دستور شما رو به جا آوردن نتوانستیم. در میانتان یگان موش دارید جواد؟ آدم ها بدانستن که شما کجایید. ما هر چی ضرور از جناب میکنیم. کسی به من خیانت کرد. من با او چی کنم؟ یلماز او را باید سوزان. همه آدم ها را در انبار جمع کن. همه‌شان را بسوزان. مادامی که در میانشان موش هست بگذار همه‌شان همراه موش بسوزند. اطاعت سردارم. همه را باید سوزان. آفرین یلماز. یک آدمی سالم عقل تو بوده ای. آن جواد دیوانه افزا حالا هم تو را نشناخته است. آفرین به تو یلماز. سردارم آدم سوزی به دلم زده است. لطفا مرا باز به پهلویتان بگیرید. به به به. آن زمان هم فرا میرسد. تو وظیفت را اجرا کن. من تو را دیگر از خودم هیچ وقت جدا نمی کنم.
این چی من این شرمندگی است. چی شده است جونم؟ تو صاحب روزنامه، همون روزنامه ات را خودت میخوانی؟ من بر وقت بر اومده بودم، بعدی چاپ ندیدم. بیا من بخوانمش. شکر که اسکندر از مشاوری برفت. ایامی که او مشاور شد کشور آغشته خون شد. هر کجا ترکش بمب، پرس و سراغ از جنایتکاران نیست. ترکیه حتی دیگر سروزیر خود را نیز محافظت کردن نتوانست. مگر امکان نبود که چنین آدم را بروقتر از وظیفه سبکدوش کنند. نهایت از اسکندر وظیفه مشاوری ستانده شد. باورم نمیوید که تو رو از وظیفه گرفتند. ای زن، تو میخواهی که من از عقل بیگانه شوم؟ مرا هیچ کس سبکدوش نکرده است. من خودم استعفا دادم، خودم. پدری تو اعتباری روزنامه، اعتباری تو و اعتباری مرا به دو پولی پوچک نمیخرد. من این را این طور نمیگذارم. اینجی پدرت و آن دیلدیزی و قباز را با دستان خودم میآویزم، میفهمی؟ لطفاً اجازه ده که این کار رو خودم حل کنم اسکندر. این کاری تو نیست. خیلی خوب، برو این کار رو حل بکن. ناگهان برآمدند سردار. معلوم است که پیشکی نقشه کشیدند. وقتی که ما می برآمدیم همونجا کیها حاضر بودند. غیر تو به یگان کسی دیگر هم ضرر رسید؟ کم و بیش رسید، اما بسیار محابات میکنند. چیز جدی نیست. و من هم چیزی نمیشد و پایم لغزید و افتیدم. افسوس که بیماری قند و فشار به فربهی مربوط است و استرسی که از محبس میگیرند فوراً به پس شدن ارزش انسانها مساعدت میکند. تو دادرم حسنو درباره استرسی که در محبس میگیرند از کجا میدونی؟ دعا میکنیم که زودتر شفا یابی. تشکر ابرو. فردا باز به عیادتت میایم حکمت. تو مرا بگذار، بهترش به مردم داخل اهمیت بده سردار. تو پروا نکن. در حجره از محکوم شدگان دوستان بسیار داشتم. در کدام حجره؟ در حجره بیمارخانه. من ایشان را که در محبس نشسته است با کدام گناه شدنش را میفهمم. سخنهای بیهوده تو به دلم زد حسنو. شما مثلا از دزدی محکوم شده بودید. حسنو بای، آداب را رعایت کنید، خواهش میکنم. خواستم به شما یک شوخی کنم، ببخشید برا. برادر، دشمن شکمم را شکافت و تو باشی سرم را. انا من در اینجا خواب میکنم. چتیم باشد انا اینجا خواب میکند. ها چتیم؟ برو برده خوابانید. سرش بسیار ضربی سخت خورده است. واقعا بهترین فکر است. چتیم دیدی حتی نعمتی بزرگ هم همین که به اینجا رسید معاینه بسیار مهم را انجام داد. من مشغول معاین کردن دامه هستم که برای گرفتاری ما گذاشته بودند. بیا رویم. برادر من خیلی صلاحیت ندارم. همیشه از دولت صلاحیت انتظار نشو. یک بار همچون انقلابچی تشبوس کن. چی نقشه داری برادر؟ یک خوب شیرین. کاظم، برای من یک جایگاه آماده کن. چتیم بای، تو هم برای من جای خوب آماده کن. زود باش. سردارم تو باید تا سر خوب نکنی، همین طور نه؟ من سر را پا همه در استیراپم. چتیم کدام شب خوابم برده بود که امشب ببرد. من تنها چشمانم رو میپوشم و چشمان پوشیده به تحقیق مشغول میشم. میدونی یا نه؟ استود باش.
چی نگاه میکنید؟ درو کشو. محترم اینجی، ما فرمان داریم که شما رو در آمدن نمانیم. چگونه فرمان بیادب؟ محترم اینجی، خواهش میکنم ایستید. یک طرفیست. ایستید خانم، کجا میروید؟ شما چه حق دارید برانه میگذارید گلگیز؟ اینجی خواهش میکنم آسوده باشید. با پدرتون باید گفتگو کنم. آرام شوید. چیزی که به اسکندر ارتباط داشته باشد نگویید. باور کنید که اگر اسکندر نیست شود شما هم نیست میشوید. اندیشه های بودبدبت رو یک طرف گذار. اینجا من رهبرم و رهبری رو هم به کسی دیگر دادنی نیستم. پدرم کجایند؟ اکنون دیگر یگان اسکندر نیست. دیگر فرصتی به او ارجگذاری هم نمانده است و دوران او سر آمد. دادا در اینجا مسئله اسکندر نیست. این طور باشد پس برای چی آمدی؟ چون که رهبر این روزنامه منم. نه دخترم، اکنون تو راهبر نیستی. به قدری فرصتی که به تو داده بودم نرسیدی. دادا همه سهمیه ها به نام منن. همه تون رو فرد و برآورده پیش میکنم. به نامت هیچ چیز نیست دخترم. تو مرا احمق گمان کردی. یلدیز به نام تو یگان حجتی را امسان نمانده است. آن اسکندری که من میشناسم شما را میکشد. تو انسان ها را نمیشناسی. بدان دوره اسکندر گذشت. هیچ وقت طرفی گم شده ها را نگیر. شما را محترم سردار با لیوند بزرگوار شناس میکنم. از این لحظه اعتباراً او با ما خواهد بود. بیا موافقت؟ با امر شما حاضرم محترم سردار. میخواهم که به این جی بسیار دقت دهی. هرچند که او بیعقل است، او دختری من است. اگر اسکندر آدم باشد به دختری من ضرر نمیرساند و شما نیست. محترم سردار، هیچ کس نه به شما و نه به یگان چیز شما نمیتواند ضرر برساند. از محبس گریختن آدمان ما امکان ناپذیر است. از صحن محبس دورتر رفتن نمیتوانند. پاسبانان آنها را میکشند. چی کار کنیم؟ بمانیم که بمیرند؟ اگر آنها در درون بمیرند برای دولت کار کردنی تو چی فایده؟ من برای دولت کار میکنم. دولت خدمتگار پدر من نیست. برای من هم کار نمیکند. من 30 سال در خدمت دولت بودم. همچون پدر شما مرا هم در یک لحظه با یک بهانه ناچیز از کار راندند. تو هنوز قربانی دولت نیستی. زندگی داری. دیگر چی میخوایی؟ در کوه و بیابان در گوشه های نامعلوم شب را به روز بردن، آن هم نه همیشه. تنها در حالتهای فوق‌العاده بیرون آمدن، مگر همین از زندگی. بولود، تا آن زمان که در سلطنت تترقلو بودی گویا این چیزها را نمیدانستی؟ یا همه‌اش از یادت رفت؟ انسان 30 سالی سلطنتش را فراموش میکند مگر؟ به این دولت خدمت کردن ارزش ندارد. حالا مثل مرد نفقه خور در مغازه خوراکواری نوبت می ایستادم و خلاص. ینگه زحمت کشیدید. دیدم چای خوست برای شما هم آوردم. نوش جون. دستانتان درد را نبیند. کارتان بسیار دوام میکند.
تا یافتن راه نجات بچه ها کارمان دوام میکند. یعنی تو کی؟ اگر خواهی فردا بیا. در این شام خوش چارهشان را خودشان میبینند. ابرو، بچه ها تو را خانه میبرند. نه، من انتظار میشوم. از پای کارتون شوید. هر چیزی فرموده مردان سالار غلط نیست جانم. نفهمیدم. با تو نگفته بودن که ازدواج بکن؟ شاید گفته باشن. وقتی که ازدواج میکنی برای تو همسرت چای دم میکند. وقتی بیماریت شوربای گرم میبیارد. یافتم. ازدواج خوب است، خوب. معنی انسان را به کار می‌دارد. انسان همه چیز را بر وقت در می‌آورد. بلوط. من باید چیکار کنم؟ بگو من میروم. محترم اسکر سلام. در درون خلطه من 3 کیلو کوفته، 1.5 کیلو قیمه، 1 مقدار شیرینی و سبزوات و برای 30 نفر نان موجود است. و من یاردم ده، زیرا مرا مدیر محبس انتظار است. ورزش تو کتاب میشود کاظم؟ برای روز را منظم آغاز کردن ورزش صباحی بسیار مهم است آقا. کاظم، اینجا روز را منظم آغاز کردن به چی کار می آید؟ لعنت به این زندگی منظم که در حدود 4 دیوار باشد. عبدالحی، در همین گونه حبسخانه ها هم به جان انسان ها سوء قصد میکنن؟ به نزدیکی میفهمیم. شکمم نقاره می نوازد. صدای نقاره تنفس است. بگذار معده تعطیل برایت. سردارم کسی نیست که به ما یک برده نان دهد. لعنت به این استیراب انقلابی من مرا آرام میگذارد که چتیم. تا سحر خوابم نمیآید که شاید یگان چیز بیابم و بخورم. من به سردار یک زنگ زده بیایم. میل شده. الو؟ الو سردار، این منم ممتی. احوالتان چطور است؟ خوبم سردار. یگان گپ هست؟ هست ممتی. و شما با دست حسن و بعضی چیزها فرستادن. چی فرستادید؟ خورد و خوراک ممتی. باز چی میشد؟ سردار خورد و خوراک خوب است. همان کار چی میشود؟ خوراک را بخور ممتی، خوب میشود. این چی اسلوب است؟ سحری بر وقت خوراک؟ ممتی
شرط است با تلفن همه چیز را بگویم؟ همه چیز رو نگو. یک اشاره بکن میفهمم. معلوم است روشن میفهمی. سردار یگانجا روانی که آوازت خوب نمی آید. با ملاقات سروزیر روانم میمتی. شد سردار، اشاره را فهمیدم. تو هیچ چیز را نفهمیدی میمتی. خوراکت را بخور، همه تا خوراک بخوره. شیرم رو بخورم سردار. زهر را بخور میمتی. خیر اینک سر کردیم. خوردن خوراک آورده حسن را. چی شد برادر؟ هیچ چیز. دیوانه حسن یک چیز آورده بوده است. همه باید آن را خورد. دولت همین را میخواسته است. من فهمال گفتم. اکا من شیر بگیرم. ببینایی کامستان دروب سیران eyleme eyvah ey aman 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 aman. من در اندیشه اجرا کردن این سپارشم نبودم که تترهلو به اجرایش میپردازد. سپارشی که به تترهلی دادم دیگر از سپارش تو دیگر جواب. مهندسان ترکی کار ما را شکستن میخوان. آنها را بازداشتن میباید. فهمیدم جناب، هر چی در کار است میکنم. سردارم، مسئله حل شد. سرهنگ، ما میتوانیم از این تکنولوژی صرف نظر کنیم. اگر این سپارش به خارجیان داده شود برای ترکیه بزرگترین تلفات خواهد بود. خواجه عزیز، ما میدانیم که چیزان شما و هم دوستان دانشمند شما شب و روز برای صنعت مدافع ملی کار و پیکار میکنید، ولی موضوع امروزه دیگر است. میدانم سرهنگ، ولی ما عیناً از همین مواد 2 برابر مال ارزانتر در همکاری با شرکت‌های خارجی استحصال میکنیم. البته بهتر میتوانید و اگر به من اجازت دهید میتوانم این موضوع رو با خود سروزیر گفتگو کنم. ما را تنها گذار. به من یاردم میدهی؟ من از تو خیلی راضیم. دوستانم به من گفتن که اگر تو نمی بودی مردن من یقین بود. استغفرالله. پولاد علمدار، من میخوام که تو نهاد این مسئله را تحقیق کنی. سازمان های دولتی هستند، گروه های استخباری هم هستند. چرا آنها نیرومند؟ آنها مرا محافظت کردن توانستند. حمایتگری من مرا پراند.
در داخل سازمان ها هر خیل آدم هست. اکنون تنها به تو باور میکنم. این رو من به صفتی کی میکنم؟ من نقشه دارم که تو را همچون مشاوری سروزیر به کار دعوت کنم. طرز کار من شما سروزیر را و هم تمام سازمان ها را ناراحت میکند. باشد. تو تنها همین را به من بگو که با من هستی یا نه. تنها همین را بگو. از هر گونه عادت فیادالی خود را پاک کردم، مگر که همین عادتی درشت فیادالی من پیشتر دارم همیشه چنین باش. دنیا پهناور است. خداوند رزق حیوانات را در کوه پوشته میرساند، چرا رزق باران نرساند؟ چه کار میکنی برادر؟ حسنی به شرف حتی نوشابه نآورده است. اکا آقای پولاد اصلا چی گفت؟ ایرهان خاموش باش و کبابات رو بخور. تو هم بخور کازم. اکا دلده رو بخور. کازم با خوردن و نخوردنم کاردار نباش. خودت خوردن گیر. من مراعات کردم. چتین خیلی بود که همین خیلی خوراکی با مزه نخورده بودم. سردارم بسیار خوراکی با مزه با گوشتش گرید. گوشت چتین چه خیلی با مزه ها؟ بویش رو حس میکنی ها؟ گوشت رو بین. این گوشتی نخچیر است. تو میگویی که من از کجا میدونم؟ من شکارچی ماهیرم. باری نخچیر رو داشتم و همین خیلی به زمین زیر کردم. ناگه آن سبیل خطا خورد و گریخ. علابت میدونی؟ گفتم شکمم. فلسفهش معلوم است. کم بخور که باز نموری. این خوراک چه داشت؟ اکا دیدی؟ چتی جان یک بین کنی اپیندیکسی نشده باشم. سردارم چتی جان چی شد؟ با ما زهر داده باشم. بخت کویله تو چرا با سردارم اهمیت نمیدهی؟ بیا تو از این رو بخور. بیمار شوید بیمار خونه میبریم. اکا خودم نمیخوری؟ در یک رمه یک چوپان هم در کار است. بازبان با ما زهر دادن. گزل زود بیاید دکتر چتی امور تو دکتر من گردن. این دینا اگر من کام ما نگردد بیدار غیرانه گردد. سردار این عملیات حتما خوب انجام می‌یابد. من اگر خطا کنم مرا میتوانید مجازات کنید. من حاضرم. حسنو کاری نکنی که بچه ها بمیرن. سردار من این کارو در بیمارخانه چندین بار سنجیده بودم و خدا یگان کس نمرد. حسنو این کار بازی نیست. سردار اگر سر وقت دکتر تبابت کند هیچ بلا نمیزند، اما اگر دیر شود من هم هیچ کار کردن نمیتوانم. به خدا نمیدونم آدمی پولاد علی دور خوب رو من نمیدونم. شکم هم درد نکنم. شکم جانمه.
برادر یکان دارو دهید یکان ایلاج کنید دیگر طاقت ندارم خدا شکممه بایسته زود باشید زود باشید زود باشید شکممه پاسبان ها بیرون برای من باید حتما با اونجا برایم در آمدن من از اسکر تو نمیدونی مگر در اونجا سرداری من است در اون درایه بیمازی چطی چه این باشه زود باشه بچه ها را بیرون بران آنجا ماشین انتظار است فهمیدم سردار کاظم برای زودتر برآمده برای اما برادر خوبم آقا مثل اینکه از تیر خراشده است لیکن بخیر است آقا مرا بگذارید و بروید با این حالم من به شما در سر می شوم شما مرا بگذارید و بروید اگر بعد امکان شد به یکان بیمارخانه میبرید من هیچ نمیخواهم این بار من دستگیر شوید تو را با بیمارخانه خودمون میبری میشود باشد آقا حسنا تو هوشیاری کن به سر ارهن یگان چیز نآید باشد سردارم برای نپرتویم عبدالحی پرتا دوستم شکر که باز همراهیم ما نیکی تو رو هرگز فراموش نمیکنیم از محبس راهی بیمارخانه را پرسیدم درست است بوی بنزین می آید